در مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقمی 16 شهر خوجند روزی درهای کشاد تشکیل کرده شد. والدان خوانندگان مؤسسه به درس فرزندانشان اشتراک نمودند. مهمانان والدان طالب علمان از کارهای دستی خوانندگان و دستاوردهای مؤسسه که در دالان مؤسسه به نمایش گذاشته شده بود شناس گردیدند. مقصد گذراندن روزی درهای کشاد در مؤسسه مذکور این بهتر نمودن سطح دانش خوانندگان به حساب می رود. اونی اکنون اینرسی نام دارد. اینرسی قاعده‌اش چنین است. مثلا جسم را هنگام نبودن قوه‌های بیرون جسم حالت موازی خود را نگاه داشته آرام، یعنی حالت آرامی خود را نگاه می‌دارد. خوانندگان در درس طریق سوال و جواب ها فعالانه اشتراک نمودند. آموزگاران با استفاده از تجهیزات الکترونی و کامپیوتری به خوانندگان درس گذاشتند که آن همه روزه استفاده می شود. درس های روزی درهای کشاد اساساً به فن های دقیق علاقمندی داشت. شیش و آسر 67 ضرب 10 درجهش مینوس 11 نیوتن ضرب متری کوادراتی تقسیم کیلوگرم کرده. این یک چیزی عادی هستش، من گفتم به فکرم دشوار. در مؤسسه مذکور هر هفته روزی سه‌شنبه روزی والدان است. آنها امکان پیدا کردند که نه تنها در روزی درهای کشاد بلکه هفته یک مرتبه روزی سه‌شنبه به درس فرزندانشان اشتراک نموده سطح دانش آنها را فهمند. بنا به گفته دیرکتور مؤسسه مذکور فرهاد غنیزاده امروز آموزگاران برای تربیت و تعلیم درست خوانندگان همه طرفه کاربری می نمایند. محض برای همین هفته یک مرتبه روزی والدان را تشکیل کردند که تا والدان فعالانه اشتراک نموده به سطح و صفت تعلیم و تربیت هم برای آموزگار و هم خواننده بهاگذاری نمایند. از آموزگاران جوانی یک پرتجربه که ما در مؤسسه ما فعالیت میبرند از دیگر مؤسسه‌های تعلیمی نیز اومده درس‌های علاوگی و اومده اشتراک میکنند که آموزگاری فن شیمی صدیقов طالس میباشند. اینچنین از فن فیزیک 2 نفر در ما فعالیت میبرند. یعنی مؤسسه ما احتیاج به کادر فن‌های دقیق ما نداریم. مؤسسه برای درهای کشاد جدولی یک روزه موقتی را که اساساً فن‌های دقیق است ترتیب دادند. این کار به خاطر اعلان شدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف روانه شده است. سال دوم می باشد که در مؤسسه مذکور روزی درهای کشاد با والدان به راه مانده تشکیل و برگزار می نمایند. امروز البته نتیجه ها نشان داده ایستاده است که والدان خیلی هم خرسند هستند که از درس از خودکنی فرزندان خود، زیرا امروز بسیارتر جوانان و نورسان امروز بسیار شوق زیاد دارند برای آموزش فن بیولوژی، شیمی، متماتیک که در آینده آنها طبیب شدن میخواهند، برنامه‌ساز شدن میخواهند و نیز ما نیز نیت داریم که بسیارتر کادرهای بلند اختصاص رو در مؤسسه تعلیمی جلب نماییم. باید قید کرد که در مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقمی 16 شهر خوجند 1350 نفر خوانندگان در 2 بست تحصیل نموده برای آموختن علم و دانش جلب گردیدند. باید گفت که سال جاری خوانندگان مؤسسه در المپیاد فنی بین المللی غالبیت را به دست آوردند و 22 نفر در المپیاد شهری، 5 نفر در المپیاد ولایتی اشتراک نموده جایهای سزاوار نایل گشتند. اینچنین 2 نفری آنها به المپیاد جمهوری اساساً از فن‌های دقیق را خط به دست آورده روزهای نزدیک اشتراک خواهند کرد. گزارش گنجینه عالم و نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.